لیکن چی؟ الله مثل که درخت توسط آب زنده نگاه کرده، خورشش آب کرده، شده میتونه خورش هوا بسازه، هوا را خورشی درخت بسازه. ما و شما درختایی که در بیابانا هسته هیچ ریشش در آب نرسیده، الله متعال او را از دیگه قسم تقویت میکنه، آفتاب برش خورش جور بکنه. در قدرت الله چی کم است؟ اینجا امی درخت مناسب حال جهنم است. یعنی درخت ناری است، نه درخت آبی. درخت آبی نیست، درخت ناری است. از امو خاطر ابو جهل گفت که بیای مسکه و خرما را طلب میکرد، مردم هم میگفت که بیا امو زقومی که قرآن محمد میگه اینمی زقوم است، نعوذ بالله. الله متعال میگه که ذریعه امتحان برای مردم است. هیچ جگاه انسان بعد از اینکه ثبوت دعوای پیغمبر به نبوت شود توسط معجزه، حال دیگه عقل ناقص ترا نده. چرا که عقل ناقص است، خب دقیق نیست. اگر دقیق باشه حقیقت درک میکنه، اما انسان همیشه اتکا به عقل ناقص میکنه، هر چیز رد کرده میره، هر چیز رد کرده میره. اینمی رای فلسفه، همین فلسفه را وقتی که یا ایجاد کردند و خیلی منتشر کردند در بین مسلمان ها، علت انکار بسیاری مردم هم میشد. صفات الله را انکار کردند به خاطری که میگه خو اگر به الله صفت ثابت کنیم که الله سر عرش هست، نشستن جای طلب داره، تخت طلب داره، الله جسم میشه، جسم خو حادث است، اینی گپا برش پیدا شد. اگر الله را سمیع بدانیم که شنونده است، گوش برش ثابت میشه، در صدا ضرورت داره، الله محتاج میشه. همیشه الله را سر کی قیاس میکنه؟ سری مخلوق، سری خود قیاس میکنه. الله از خالق است، تو مخلوق هستی. هیچگاه شنیدن الله مثل تو نیست، نشستن الله مثل تو نیست، نزول الله مثل تو نیست. امور رقم که لایق شان کیسته؟ الله هست. امور رقم میباشه. این کلش ذریعه امتحان است و در این امتحانا علمای بزرگ خطا شده. در مورد صفات الله متعال علمای بزرگ خطا شده. همیالی علمای تانه در مساجد سوال کنه در مورد صفات الله به تاویل قائل است. همیشه الرحمن علی العرش استوى را معنایش چی میکنه؟ الله سر عرش تسلط حاصل کرد، یا در به معنای نعمت و قدرت میگیرن. این کلش تاویل است، خلاف عقیده اهل سنت والجماعت و صحابه کرام است. نمیفهمند، درک نه. چرا؟ کتاب عقیدهشان کتاب فلسفه و اهل کلام است، از او یا متاثر هستند، هیچ در کتاب عقیده نرفتن. از او این مردم تلاش نمیکنه. علت چیست؟ علتش است که سر عقل خود قیاس میکنه. و نخوفهم، ما یارا میترسانیم، یعنی راه های مختلفه به مردم های کردل لجوجی عنادی، راه های مختلفه برشان باز میکنیم که مردم یکمی بترسه، به هوش بیایه. فما یزیدهم، زیاد نمیسازه امی تمامی ترسانیدنی ما به راه های مختلف، الا طغیانا، مگر سرکشی کبیره بزرگ. کسی که آماده پذیرش حق نباشه هر برنامه را نادیده میگیره، ناچیز میگیره، غلط تصور میکنه. الله متعال میگه ما برای راهیابی از یا برای هوشیاری از یا برای بیدار شدن حواس چیز گذاشته شده در وجود از یا راه های مختلف برای از یا پیش کردیم که یا بترسن یا کمی بیدار شد. لیکن این مردم غیر از طغیان بزرگ دیگه اجرا را اختیار نکردن. از این معلوم میشه که الله متعال وسایل گوناگون برای راهیابی یک بندی خود مهیا میسازه. بنده است که کدام راه را انتخاب میکنه. چقدر قرآن کریم ترجمهش سبب راهیابی است، اما تو میگذاری میری در سینما. خب به اختیار خود رفتی. الله امکانات وسیع را برات آماده کرد. امروز ما و شما چقدر امکانات داریم برای شنیدن حق. خودی ما الحمدلله کتابای خیلی زیاد چاپ شده که زمان سابق نبود، از طریق تلویزیونایی که بعضی تلویزیون‌ها و شبکه‌های خیلی مثمر است. تلویزیون افغانستان نمیگم، مثل تلویزیون کلمه، نور، وصال حق، وصال فارسی، تلویزیون و شبکه های خیلی آموزنده است به لسان فارسی. اگر شب و روز هم چالان باشه اولادت مکمل از یک درس عظیم گرفته میتونه. دیگه این یک ذریعه است برای فهماندن ما و شما. و همچنان اینترنت اگر کسی واقعا با وجه درستش از او استفاده بکنه، انسان میتونه هم مبارزه بکنه و هم استفاده بکنه. این کلش راههایی ممکن است برای راهیابی انسان. من از همون خاطر میگم که اول یک عالم بازم سری تقلید کورکورانه خود دوام مستمر است، اصرار میورزه، این دیگه سخت جفا با دین خود با نفس خود میکنه. امروز کلی راه ها برات ایلاس، تحقیق بکن، دنبال تحقیق برو، مقلد نباش، محقق باش. هر چیز از روی تحقیق دنبال کو که تا حقیقت برات واضح شود.
فلانی گفته، فلانی گفته را نگو، فلانی را یک دفعه گپیشه طول بکو که چه وزن داره، از کجا گفته، ریشه داره یا نداره. امروز دنیای تحقیق است. امروز دنیای تقلید نمانده. در امور دنیا یک کس تقلید دیگه کس نمیکنه، هر کس تلاش میکنه ابتکار جدید بکنه. اما در امور دین 1400 سال تیر شده تحقیق وجود نداره. یک روز که تقلید مردم میکرد چیزی نبود، امرایش نبود. امروز برای تو همه چیز مهیاست. حدیثت معلوم کرده میتونی کدام جانب صحیح است، کدام ضعیف است. صحیحش بگی، ضعیفش بگذار. آسان گپ است. تو میتونی همه مسائل برات واضح شود. ما ایرا باور داریم که علما در فضای اخوت و برادروار بشینه، ضد و عناد نباشه، یک موضوع اختلافی باقی نمیمانه. چرا من گپی خود سر کسی تحمیل نمیتونم و نه کسی قبول میکنه، نه گپی یک عالم دیگره. گپی الله و رسول الله است. او امروز احادیث رسول الله کلش در یک موبایل جمع شده، در یک موبایل خردک. حکم هم حدیث هم شده، راویش هم معرفی کرده برات کی راوی ضعیف است یا نه راوی ثقه و معتمد است. باز که ما در میتور حالت رای کورکورانه در پیش گرفتم، بجای از اینکه حقیقت به مردم برملا کنم برای موقف اجتماعی خود، نعوذ بالله بازم رای تقلید در پیش گرفتم. به مردم همیشه بگوی امیر میگم که بله در حدیث است، خود مذهب ما نیست، در حدیث است، در مذهب ما نیست. عالم جای جهنم است. تو را سری مردم کور کردی، مردم بجای از اینکه هوشیار بسازی، بیدار بسازی، دیگه هم واره خود داده رویستی که امیر است. یک مذهب وحی آسمانی فکر میکنی، خیر و خلاص. یک شخص معصوم فکر میکنی. تو خبر داری که چقدر خیانت در دین میکنی. این موضوع عقیده است. عقیده معصوم بودن برای یک امام این درست نیست. تنها یک پیغمبر معصوم است. این کلش اونمو مسائل است که انسان باید بیدار شود. الله متعال راه های ممکنه برای بندگان خود برای راهیابیشان مهیا ساخته. انسان باید تحقیق بکنه، راه درست پیدا بکنه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، از عقلت کار نگی، قیاسا نکو که تباه میشی. چرا؟ به خاطر که ابلیس قیاس کرده. پیغمبر علیه السلام دوم مرتبه تسلی میده. پیغمبر در راه دعوت بسیار مشقت و تکلیف متحمل، زیاد آزار و اذیت دیده. خودش، پیروانش، کسایی که دعوت ازیر قبول کرده، سخت حالتهای تکلیف و مشقت آمیز دیده. الله متعال و پیغمبر خود تسلی میده. ای پیغمبر، در این محنت و تکلیف و مصیبت دیدن تو تنها نیستی. کلی انبیاء علیهم السلام مثل تو واری نمیتون مشقت ها را دیده. اول پیغمبر که آدم علیه السلام است، اول پیغمبر رسول الله نیست. هر کس که میگه اولین و آخرین، این گپ غلط میگه. پیغمبری اولین، پیغمبر کی را میگه؟ پیغمبر کسی را میگه که دعوت دین میده. رسول الله در زمان آدم علیه السلام بود، نوح علیه السلام بود، ابراهیم علیه السلام بود که دعوت میداد. بله، شهرت نبوت رسول الله از اول شده. كنت نبیا و آدم بین الماء و الطین، حدیث است، صحیح حدیث است. ما پیغمبر بودم که آدم علیه السلام در بین آب و گل بود، یعنی تا او وقت وجودش با هم مرکب نشده بود، اما پیغمبری ما بود. پیغمبری کل انبیاء علیه السلام در تقدیر بود. در تقدیر رو از کلگیست. شهرت پیغمبری رسول الله زیاد بوده از دیگه انبیاء علیهم السلام کرده. ملائک در او وقت می شناختن که محمد رسول الله پیغمبر آخر زمان است. اما اینطور گفته نمیتونیم که اول پیغمبر او میگه که دعوت میده، از او خاطر دعوت نداده. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تسلی میده. آدم علیه السلام هم دچار مشکل مصیبت شده، در مقابلش کسی خیسته با وصفی که برتری آدم علیه السلام معلوم شده. الله متعال فرمان میده که سجده برش بکنی، ابلیس لعین سرکشی میکنه. چرا سرکشی میکنه؟ علتش قرآن برای ما بیان میکنه. درس برای ماست، درس عظیم برای ماست که انسان کی جاده حق اعلام میکنه. زمانی که غرور در تو پیدا شود، کبر در تو پیدا شود، حسد در تو پیدا شود. اگر حسد و کبر غرور نداشته باشی، والله گپای حق است. خیر است که از دهن یک چوپان برای، خیر است که از دهن یک کسی برای که تو را هیچ ارزش نمیدی. مشرکین مکه میگفت اوی یتیم ابی طالب ما را علی راهنمایی میکنه. یتیم ابی طالب حالی همی طور نیست. ها فلانی ملاقک پیدا شده، این دیگه مولیا بودی را بگذار، ملاقک پیدا شده. تحقیرام میکنه، سخن خوردن برش میگه. نکو، سخن حق است از دهن هر کسی که می برای قابل قدر است که سخن حق بود بپذیر. به شخص سی نکو،
با سخن سعی کو که سخن چقدر ارزش داره، چقدر قوت داره، چقدر متین است. و اذ قلنا للملائکه قابلیت و رسته پیغمبر علیه السلام غم نکو، دوچاری مصیبت و تکلیفا تنها نیستی دی میدان. انبیاء علیهم السلام همه قسم تکلیفا و مشقتا را دیده. در آن وقتی که ما گفتیم للملائکه برای ملائکه اسجدوا سجده کنی لآدم برای آدم علیه السلام، فسجدوا سجده کردن کلگی الا ابلیس مگر ابلیس سجده نکرد. ابلیس خو از جنس ملائک نیست، لیکن از زیاد عبادت کردن در مجموعه ملائک آمده. در مجموعه ملائک آمده. یقینا یک شی از اصل شی نباشه، لباسی از او را بپوشه یک روز رسوا میشه، یک روز حقیقت چهرهش معلوم میشه. از او خاطر یک آدم دین نداره، لباس دین پوشیده، در یک میدان امتحان الله او را آزمایش میکنه که باز حقیقتش معلوم میشه. مراد سجده سجده تعظیمی است، نه سجده عبادتی. چرا سجده عبادتی در یک تاریخ هم بغیر الله به کسی دیگری روا نیست. چرا در مسائل عقیدوی و اصولی انبیاء علیهم السلام کلگی متفق و متحد است. از او خاطر موضوع عقیده قطعا تغییر نمیخوره. اما عقیده که آدم علیه السلام داشت، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت. این را سجده تعظیمی میگه، برای تعظیم آدم علیه السلام. چرا آدم علیه السلام تعظیم میشه؟ ملائک واری مخلوق الله که در عبادت اول لنبر است، لیکن الله متعال امر به خاطر میکنه که آدم علیه السلام علم حاصل کرده، تفوق علمی داره، از نگاه معرفت تفوق داره. معرفت مطلق معرفت نه. آدم علیه السلام هم عبادت میکنه، ملک هم عبادت میکنه. در بین هر دو عبادت ها فرق است. عبادت عامی و عبادت عالم فرق داره. تو که تراویح میخوانی عالم اشکایش میریزه، عوام همونطور استاده است، فقط محض زمزمه و سر و صدای قرآن کریم در گوشش خوبتر معلوم میشه، خیر و خلاص. او را بعضی مردم. اما عالم پی میبره که حقیقت ای آیت چی بازگو میکنه، ما امی آیت عمل کرده یا نه، از ما چی مطالبه میکنه. ای برای تو واضح میشه. ای عبادت ها فرق داره. ملائک خو هم علم داره و هم به علم عبادت کرده. آدم علیه السلام هم علم داره عبادت میکنه. باز چرا آدم علیه السلام برتری داره؟ این نکته را قطعی خود نوت کنه. عبادت دو قسم است. یکی عبادت که طبیعت جور برای عبادت باشه، هیچ کاری دیگر خلافش کرده نمیتونی. یک اونمو پرزه ماشین است که ترتیب داده شده، امو تو روان از کار میکنه. یک عبادت در بین جنجال و کشمکش است که یک چیز از یک طرف تو را کش میکنه، دیگه طرف، و بازم تو مستقیم در راه طاعت الله روان استی. این عبادت چی است؟ این عبادت ارزش داره. این عبادت اگر مردم کلش جور باشه، جور کلگی، تو هیچ کدام ارزش و قیمت نداری، امتیاز نداری. مردم ناجور است که تو ارزش پیدا کردی. مخلوق کلش یک طرف روان است، تو در بین یک نفر پیدا میشی. اما دینی که قرآن و حدیث بیان میکنه او را محکم میگیری. اینجا تو افتخار پیدا کردی. اگر همینطور مردم دیگه روان نمی بود طرف نعوذ بالله معصیت و گناه و بدعت و شرک، تو کلگی طرف توحید روان می بود، چی امتیاز داشتی؟ تو روان استی و هم روان است. بله، اینجا است که آدم علیه السلام عبادت الله را در بین کشمکشا میکنه. نفس الله برش داده، شیطان دشمن برش پیدا کرده، انواع مختلف نازعات است، کشنده هاست که نمیگذاره تو را برای عبادت الله. لیکن بازم تو تابیداری الله را میکنی. ملائکه خو الله طبیعتا و فطرتا پیدا برای عبادت کرده، نه نفس داره، نه کشش داره، نه هیچ گپ نداره. اینی امتیاز آدم علیه السلام است. پس یک دعوتگر در بین توده مردمی که رای انحراف در پیش گرفته، امتیازش در اینمی گپ است که رای امی مجموعه را تعقیب نکرده، دنبال رو نیست، مقلد نیست، محقق است. در بین کل مردم یک دفعه اعلان میکنه که ما امیرا را نمیپذیرم. امتیاز ابراهیم علیه السلام در چی بود؟ که تحقیق کرد. این پشت سر اصحاب کف حالاتش الله برای ما بیان میکنه. چی امتیاز داره اصحاب کف؟ جوان خو کلگی جوان است. جوان دو قسم است، یکی جوانی مقلد است، کورانه دنبال کسی روان است. یکی جوانی است که تحقیق میکنه. پدر و میرا را رفته، ای را درست است یا نادرست؟ بابایم رفته درست است یا نادرست؟ برادرم رفته درست است یا نادرست؟ من برم یعنی که من تحقیق بکنم؟ نه. پدرم توی این رقم کرده، من رقم بکنم؟ نه. من سوال میکنم، چون اعتراف به شریعت خود دارم،
آن چیزی را که شریعت برم امر کرده او را انجام میدم. نه دختری کاکای تور شده او ده هتل گرفته، بچه کاکا ده هتل گرفته، من مو رقم کنم؟ نه، هم دیوانه خو نیستم تقلید از او را بکنم به خاطر از اینکه قطع از او در معصیت و گناه خدا برابر کنم. من خدا در گناه قطع از او برابر نمیکنم، بلکه برخلاف او گناه کرده، او به معصیت توی خدا کرده، ما به طاعت توی خدا میکنم، مطابق سنت توی خدا میکنم. اینی را مردم میگه پیشتازی، اینی را میگم امتیاز، اینی امتیاز برای تو حاصل بشه. فلانی دختر تویش ده فلان شده، من که کسی مرا خواستگاری میکنه اول شرط میمانم که ده اورانوس توی مرا بکنی. غلط که پس توی چی امتیاز پیدا کردی؟ شاگردی مدرسه و یک دختری که در بازار است باد قی تو چی فرق کرد؟ تو اولین شرط ده خواستگاریت بان که بله به شرطی قبول میکنم که توی ما موافق سنت باشه. ایره تو میتونی هر دختر والای شرط مانده میتونه، هر دختر والا، هیچ کسی هم مخالفتش کرده نمیتونه. اینی شرط است. پیش رو اگر این شرط قبول نمیکنی پیش روی خوبی برو بخیر. باز کس مرد باشه که خلاف کنه. ما اگر خدمت دین بکنیم به هر زمان میتونیم دین عملی کنیم، تطبیق کنیم. شرط است که ما واقعا اعتقاد به داشته باشیم، باور به داشته باشیم و امتیازی ما به اینمی ثابت میشه. اگر ما تو هم دیگه آواره دیگرها ما می رقم کرده تو ما می رقم میکنی، درسی تو چی فایده کرد؟ مدرسه تو چی فایده کرد؟ عقیده تو چی فایده کرد؟ این دعوای محبت پیغمبریت چی فایده کرد؟ امروز دعوای سلفیت چی فایده کرد؟ و هم بدعت میکنه، تو سلفیم بدعت میکنی. و هم پایچوش کشال است، در سری پشتی پای میخوره است، توم کشال است. خیر نماز از او هم زفت و پرود است، تو هم زفت و پرود است. یک گامین بلجر و فلیدل خود را امتیاز نمیده. امتیاز به این میده که تو متمایز باشی با تمام مشخصات و مواصفات خود. قرآن این گپا را برای ما میگه. قال اسجد لمن خلقت طینا، گفت آیا من سجده میکنم برای کسی که تو پیدا کردی طینا، چی را؟ از گل. قال ارأیتک هذا الذی، میگه شیطان ابلیس گفت خبر بده الله را میگه، هذا الذی، شخصی را کرمت که تو عزت داده ای، گرامی داشته ای، علی بالای ما، اینطوری کار. لئن اخرتنی الى یوم القیامت، اگر مرا مهلت بدی تا روز قیامت چی میکنم؟ لاحتنکن ذریته، بخکن میسازم اولادی ازیرا، نخواد که یکیشام طاعتی تو را کرد ماندنیش نیستم. این مردم، این اولادی آدم علیه السلام هم میمونم که همیشه طاعتی تو را بکنه، این تو راه ها را برش پیدا کنم که پرسان نکو. یک مانا لاحتنکن، لگام میمانم در دهنشان، حالی دیگه در زیر کنترول ما می باشه، هر طرف که دور میدم، هر طرف که حرکت میدم. بله امروز بنده های شیطان زیاد است. تشریح میکنم. ذریته و اولاد آدم علیه السلام الا قلیلا، مگر خیلی کم. اول سوال خویسته ابلیس لعین با مجرد که سجده نکرد چرا مردود شد؟ چرا الله این کافر شد؟ انتقاد بالای تقدیر است، انتقاد بالای صفت الله متعال است. ابلیس لعین جهل به صفت الله کرد، صفت الله را نشناخت، انتقاد بالای الله کرد که تقسیمی که تو کرده که او را مسجود گردانیده خطا و غلط است. اصل لیاقت سجده را ما داشتم، تو به آدم علیه السلام دادی. چند نسبت به الله کرد؟ نسبت ظلم به الله میکنه که لایق مستم به او داده ای ظلم است. چرا که یک شی چیست مناسب یک چیز است و تو به دیگه کس میدی، این را ظلم میگه. یک. دوم علم نداری، نعوذ بالله الله را میگه که تو فرق نتونستی که کی مفضول است کی فاضل است. فاضل مستم او مفضول است. دو. سوم نعوذ بالله انتقاد به ای داره که خو او را چرا از گل پیدا کردی، مرا از چی؟ آتش. برتری آتش سر گل هست. ایو نمو نعوذ بالله جهالتش است که نظر به مفکوری خود فکر میکنه که برتری داره. خو اصل علت اینجا نیست، اصل علت حسد است. چرا این موقف و مقام به آدم علیه السلام چیست حاصل است؟ امی حسد واداشت که ام سری الله اعتراض انتقاد کنه، ام نعوذ بالله اعلان معصیت و چی خدا بکنه، سرکشی خدا بکنه. فرق است. آدم علیه السلام هم مامور به یک امر است، بعد از او مرتکب خلافش میشه، اما با مجردی که میدانه که من مخالف شدم دستی رجوع به سوی الله متعال میکنه. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا
لنکونن من الخاسرین. درس داد بابای ما برای ما. انسان خطا میشه. خطای آدم علیه السلام برای ما درسی عظیم داد که ما خطا میشیم، اما تلافی خطا چیست؟ سری تقدیر بندازیم، ملامت تقدیر بکنیم؟ نه، خود ملامت کنیم با وصفی که آدم علیه السلام با واعث برش بود، لیکن خدا ملامت میکنه. الله ما سری نفس خود ظلم کردیم، اگر تو رحم نکنی ما چیستیم؟ این رجوع کرد. امروز ما و تو هم همینطور باید باشیم. اگر خطا از پیش ما میشه نگویم که وی فقیر بودم، مرا الله فقیر پیدا کرد از خاطر دزدی کردم. دیگهش میگه چرا مرا شهوت داده بود که زنا نمیکردم. اینطوری گپا را میزنه. امروز جوانا همین گپا را میزنه، همین گپا را صراحتا میزنه. این را بدونی که گپای ابلیس است و آدم از اسلام مکمل خارج میکنه. برای تو خود سبک معلوم میشه. سبک یک سخن است که دقت زبان گوشتی دور میخوره، اما فکرتان باشه که انسان مثل ابلیس واره از دایره اسلام میکشن. این را یادتان باشه. انتقاد سری الله متعال نمیتونی. تو مخلوقی عاجز هستی، عاجز. به فرمودای الله، به تعلیمات الله، به دستورات الله تسلیم شو و هر چیزی را که الله برات گفته خیر خود بدان. ابلیس اگر سجده میکرد الله امو مقام و منزلت برش نگاه میکرد، اما نعوذ بالله امر الله را نادیده گرفت، سبک دانست، به کدام سرحت میرسه. خویی خبیث بر علاوه که نافرمانی الله را میکنه، علنا اعلان میکنه معصیت. از همون خاطر هر کس که گناه را یک دفعه پنهان انجام داده، بازو را به مردم برملا اعلان میکنه، سرش افتخار میکنه، ابلیس است. این از جمله شاگردای ابلیس است. از او خاطر اینطوری آدم الله معاف نمیکنه، از رحمت خود دور میکنه. چرا؟ شیوه ابلیس، راه ابلیس تعقیب کرده و الله از رحمت خود ابلیس رانده. همین آدم از رحمت خود میرانه. چرا؟ توفیق توبه را برش نصیب نمیکنه. چرا؟ به خاطر که یکی گناه را علنا انجام میده، دیگه افتخار سرش میکنه. ابلیس هم همینطور است. خب دوم گپ اینجا، ابلیس از کجا معلوم کرد ذریه آدم علیه السلام اینی رقم بخکن میکنه مگر کم؟ این از کجا دانسته؟ یا از ترکیب انسان دانسته که انسان از کدام چیز مرکب شده؟ ما دا او را میفهمم دیگه، از او خاطر میتونم که را چی بکنم؟ یا ایست که نه امی کلمه را دروغ گفته از خود که من این کار میکنم. لیکن الله متعال بندگان خود مورد امتحان قرار میده. چرا ابلیس پیدا کرد؟ چرا ابلیس پیدا کرد؟ باز همین موقع است. باز همین موقع است. او درجات عالی که در جنت الله برای تو مهیا ساخته، او را به کلگی مهیا نساخته. باید کسی او را حایز شوه، کسی او را حاصل بکنه که یک امتیاز بالای دیگرات داشته باشه. امتیاز کجاست؟ امتیاز اینجاست که در کوره حوادث، در کوره چیسته کشمکش ابلیس، تو خود برسانی در یک جای، خب خود پخته کنی. ابلیس تو را نمیمانه یک دقیقه، لیکن تو مبارزه که درایستی، یک لحظه آرام نمیشینی. اینی وقت است که اونمو مقامات به سند و دلیل بری تو ثابت میشه. دیگرها باز انتقاد اعتراض نداره.